حوادث گوناگون عالم نخواهد توانست این درخت تناور را تکان بده که اون روز یک نهال بود نتوانستن از جا درش بیارن. امروز تبدیل شده به یک درخت تناور و ریشه دار. جمهوری اسلامی رو نمیتوانند تکان بدن. ما باید خودمون مراقب باشیم که از درون پوک نشیم، از درون پوسیده نشیم. انحراف در هدفها، در آرمانها، در جهتگیریها، این رو باید مراقبت کرد که پیش نیاد. و این چیزیست که ما در طول این سالهای طولانی به خصوص بعد از جنگ و بعد از رحلت امام درگیرش بودیم. جزو درگیری‌های اساسی در این 2 دهه گذشته یکی همین بوده. تلاش‌های زیادی شده است برای اینکه جمهوری اسلامی رو از روح و معنای خودش خارج کنند. اگر جمهوری اسلامی دچار شاه سلطان حسین ها بشه، دچار مدیران و مسئولانی بشود که جرأت ندارن، جسارت ندارن، در خود احساس قدرت نمی کنن، در مردم خودشون احساس توانایی و قدرت نمی کنن، کار جمهوری اسلامی تمام خواهد بود.